ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 30 ایول سال 2024 از روز بعد آشکار شدن نفر متهم در حمله بر راننده جوان تاکسی ضیاءالدین بیکوف با نشر یک عکس خبر داد که به شخص مساعدت کننده 100,000 سومانی مکافات وعدگی سپرده شد. میلیسای دوشنبه با نشر عکس روی پوشیده این شاهد مهم اکتفا کرده نام او را آشکار نکرده است. در اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی پایتخت تاجیکستان چنین گفته می شود: آشکار کردن و پیشگیری کردارهای جنایتی و حقوق ویرانکنی، تامین ترتیبات جمعیتی و حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان پیش از همه در نتیجه همکاری و اعتماد و باوری شهروندان به مقامات حفظ حقوق به دست می آید. رهبریت مقامات میلیسای پایتخت به شخص مساعدت کننده اظهار سپاس نموده 100,000 سومانی مکافات که برای آشکار ساختن این جنایت اعلان گردیده بود به جوان مساعدت کننده سپرده شد. وابسته به این از کل شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود که با میلیس همکاری نموده جهت تامین بی‌خطری و ترتیبات جمعیتی هیچگاه بی‌طرف نباشند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 29 ایول سال 2024 همگی 2 هفته بعد اعلان 100,000 سومانی مکافات برای کمک در یافتن جنایتکاری که ماه ینور راننده تاکسی ضیاءالدین بیکوف 23 ساله را معیوب کرد، از بازداشت نفر متهم در این جنایت خبر داد و گفت با اتهام صادر کردن این جنایت ساکن 25 ساله نویه رودکی عبدالجبار غوزیف که چندین داغ سودی دارد دستگیر شده است. معلوم شد که او ماه فوریه سال 2024 الکی بعد حمله بر راننده تاکسی عبدالجبار غوزیف برای صادر نمودن جنایت دزدی در حدود نویه رودکی دستگیر گردیده عین زمان در محبس ادای جزا کرده ایستاده است. خود غوزیف و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیسا گفت ضمن پرسش گمان شونده غوزیف عبدالجبار پره به جنایت صادر کرده خود اقرار گردیده، همزمان با دلیل‌های ضمن کارکردهای اپراتیوی جستجویی به دست آمده از جانب او صادر گردیدن جنایت پره اثبات خود را یافت. ضیاءالدین بیکوف 5 ینور سال 2024 در محل یکشنور پایتخت مورد حمله قرار گرفت. مشتری که در کرسی قفا نشسته بود ناگهان با کارد حمله کرده به قسمت راست گردن 5 ضربه و به هر دو دستان ضیاءالدین کارد میزند. بعد فرار حمله‌گر راهگذران ماشین یوری تاجیلی را دعوت کرده راننده تاکسی را به بیمارخانه قریه بالا میرسانند. ضیاءالدین بیکوف 10 روز در این بیمارستان تبابت گرفت، ولی از بس که قاتل رگ ارتری و دیگر رگ‌های عصب و خونگرد را از طرف راست بریده است، چشم و دست راست ضیاءالدین از حرکت باز ماندند.